میوه بر شاخه شدم سنگ پاره در کف کودک. طلسم معجزتی مگر پناه دهد از گزند خویشتنم، چنین که دست تطاول به خود گشاده منم. بالا بلند بر جلو خوان منظرم، چون گردش اطلسی ابر قدم بردار. از هجوم پرنده بی پناهی چون به خانه بازآیم، پیش از آن که در بگشایم بر تختگاه ایوان جلوه‌ای کن با رخساری که باران و زمزمه است. چنان کن که مجالی اندکک را در خور است، که تبردار واقعه را دیگر دست خسته به فرمان نیست. که گفته است من آخرین بازمانده فرزانگان زمینم؟ من آن غول زیبایم که در استوای شبی ایستاده است، غریق زلالی همه آبهای جهان، و چشمانداز شیطنتش خاستگاه ستاره است. در انتهای زمینم کومه‌ای هست، آنجا که پادرجایی خاک همچون رقص سراب بر فریب آتش تکیه می کند. در مفصل انسان و خدا آری، در مفصل خاک و پوکم کومه‌ای نااستوار هست، و بادی که بر لجه تاریک می گذرد بر ایوان بی رونق سردم جاروب می کشد. بردگان عالیجاه را دیدم من در کاخهای بلند، که قلاده های زرین به گردن داشتند، و آزاد مردم را در جامه های مرقع که زرودگویان پیاده به مقتل می رفتند. به ما گفته بودند آن کلام مقدس را به شما خواهیم آموخت، لیکن به خاطر آن عقوبتی جانفرسای را تحمل می بایدتان کرد. عقوبت جانکاه را چنان تاب آوردیم آری، که کلام مقدسمان باری از خاطر گریخت.